مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم میگه که منم دالشونی رو آقای گلزار جابجا کرد. مخاطبین از رسانه پشت پرده سلام، من امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امروز قصد داریم که راجع به سلبریتی‌های دوزاری با شما صحبت بکنیم. سلبریتی‌هایی که فاحشه‌های جنسی حالا نمیدونم هستن یا نیستن، اما خیلی هاشون فاحشه‌های عقلی هستن. جهان میگذره با 100 تومن 20 تومن برای من 10 سال دیگه بیشتر از زنده نیستن، ولی خیلی بده که آدم فاحشه مغزی باشه. چه بهتر که آدم تنشو بفروشه ولی مغزشو نفروشه. بله، امروز میخوام راجع به این افراد صحبت بکنیم و چرا راجع به این افراد و چرا میگیم فاحشه‌های عقلی. به خاطر اینکه این افراد هم دوزاری ان، هم نون به نرخ روزخورن و کاملا حزب بادن و فقط به نفع تفکرهایی که براشون به صرفه رفتار میکنن و عمل میکنن، ولی خودشونو در ظاهر خیلی آدمهای مردمی نشون میدن. خب چرا ما این حرف رو میزنیم؟ به خاطر نمونهش این عکس که یکی دو روزی هستش در شبکه‌های مجازی منتشر شده و مربوط هستش به خوشحالی بعد از گل عیسی آل‌کثیر مهاجم تیم پرسپولیس که گفته بودن در AFC با نفوس‌های عرب‌ها که یک حرکتی بوده نجات پرستانه و حالا 6 ماه محرومش کردن که بعد بررسی بشه در دادگاه بین‌المللی که آیا این حرکت نجات پرستانی بوده یا نبوده. هرچند نفوس عرب‌ها در این وسط همچین بی تاثیر هم در این رأی مسخره نبوده. اما این سلبریتی‌های دوزاری خیلی جریانشون باحاله. تا یک موضوعی داغ میشه فالوورگیرش بالا، خودشون میکنن دلغک و راجب اون موضوعات اظهار نظر میکنن و پست استوری میذارن. اما راجب موضوعات که به مردم مستقیم ربط داره، راجب موضوعات اقتصادی، قیمت یورو، دلار، بورس و کلا وضعیت اقتصادی مردم سکوت میکنن و فقط بذارشون از این دلغک بازی ها در بیارن و دلشون هم خوشه که آدم‌های مردمی هستن، اما چیزایی که مستقیم با مردم سر و کار داره و به مردم ربط داره زیپ دهنشون رو میبندن و اصطلاحاً خفه خون میگیرن و صحبت نمیکنن راجع به این موضوع. دقیقاً به این سلبریتی ها میگن دوزاری و سلبریتی اصطلاحاً که فقط به نفع خودشون رفتار میکنن. الانم جدیداً افتادن رو به تبلیغات و نمیدونم از این کارها و جا افتاده بینشون که تبلیغات بعد انجام بشه بین سلبریتی ها و سلبریتی ها. اصلا هم مشکلی نداره، در همه جای دنیا سلبریتی ها تبلیغ میکنن، دمشون هم گرم. اما اینکه وردارید یه سری تبلیغات مسخره انجام بدید، خودتون رو مسخره بکنید، در نوع خودش عجیب و غریبه. نمونهش خانم نیوشا ضیغمی که در امور بازیگری آنچنان استعداد خاصی نداشتن و به خاطر حالا یه مقدار ظاهر زیبا و اندام اینها وارد صنعت سینمای ایران شدن، تبلیغاتشون هم در نوع خودش عجیب و غریبه. بریم یه سکانس راجع به یکی از این فیلماشو ببینیم، بیام من راجع به تبلیغاتش هم صحبت میکنم. سلام، اتفاقی افتاده؟ سلام، من نمیتونم پیاز داغ درست کنم. خب منم نمیتونم درست کنم که گریه نداره. من که گریه نکردم، داشتم پیاز خورد میکردم. حالا خانم نیوشا ضیغمی که آنچنان در صنعت بازیگری هم فعالیت درخشانی نداشتن و از این نقشه عبدالخیاری که پشت پرده حالا خدا میدونه کی سرمایه‌اش رو داده بوده بازی میکنن و گفته بودن شوهر خودش هم سرمایه‌اش رو میده، افتاده تو تبلیغات. و جالبه یه تبلیغاتی انجام داده بود چند روز پیش که گفته بودن 120 میلیون تومان هم برای این تبلیغات پول گرفته. حالا نوش جونش دمش هم گرم پول گرفته، اما دیگه مسخره بازی و نمیدونم بیا بخورش و نوش جونت و از این صحبت ها دیگه در این تبلیغات واقعا. بریم ببینیم این تبلیغات. شاید بازم میخوای بخوری بی اراده، چه ساده دیدی ویتامینامم دوره. توجه کردید میگه مثلا با یک اشاره بیا بخور مثلا بی اراده، نه همچین چیزی معلوم نیست اصلا چی به چی. دقیقا یکم فکر کنید راجع به این تبلیغات و یکم فکر کنید روی متن این تبلیغات. بریم ادامهش رو ببینیم. همیشه ترسیدم بس که از این نوشابه ها بدی شنیدم. اینکه چاق نشم بدون که مهمه واسم. روی سلامتی من خیلی حساسم. تو بغلم هر شب دارم 1000 تا انرژی مثبت. رژیممو نشکن میشه حرف از سلامتی زد. آدم نمیدونه چه
دیگه. و جالبه که بعد از اینکه این پست رو هم منتشر کرده بودن، هم خانم ضیغمی همون شرکتی که این تبلیغات رو داده بوده، خواننده‌ای که این آهنگ خونده بوده و اصطلاحاً کاور کرده بود از گروه اسپنگباند، خیلی هم سر صدا کرده بود، گفتن آیا اجازه گرفتن، آیا نگرفتن، آیا نمیدونم خوندن رپ و نمیدونم این سبک آهنگا فقط برای کسی که خارج از کشوره، نمیدونم میخوام بیان تو ایران حرامه، یا اونایی که تو ایران لابی دارن خیلی راحت میتونن این آهنگا رو بخونن، کسی کارشون نداره. از اون طرف این خانم نیوشا ضیغمی چند وقت قبلم خیلی میخواستن مثلا خودشون رو مردمی جلوه بدن، اومدن راجع به قیمت ارز یک کوچولو مصاحبه کردن و بریم این صحبت‌های خانم ضیغمی رو بشنویم. شغل کم درآمدی داریم ولی خیلی از بازیگرها هستن شاید سالی یه دونه کار کنن فقط و اون یک دونه کار در واقع بشه درآمد کل سالشون و من برام دیگه غم انگیز شده. فکر می‌کنم که این موضوع یه طوری شده که اصلا نمیدونی باهاش چجوری، یعنی واقعا شب می‌خوابی صبح پا میشی نمیدونم ارز 3 برابر شده 2 برابر شده، اصلا من نمیدونم واقعا قراره به سر ما چی بیاد. هیچ کس هم جواب ما رو نمیده. میگه مثلا ما شب میخوابیدیم صبح بلند میشدیم قیمت 3 برابر میشد، واقعا هیچ کی هم گردن نمیگیره. خانم ضیغمی گویا شما یه چیزا رو فراموش کردی. فیلمی که در حال حاضر من میخوام پخش بکنم فیلم رأی دادن شما تا خشتک تبلیغ کردن شما و ترکوندن شما در زمان انتخابات برای یک جریان سیاسی خاص بود، یعنی آقای روحانی. چرا الان انتقاد نمی‌کنید به آقای روحانی و نمیاد از مردم معذرت خواهی بکنید بابت اینکه تبلیغات ایشون رو کردید؟ و نمیدونیم گرونیا به عهده که کلا گردنگیرشون ضعیفه. بریم ببینیم. دیگه مثلا میان جلو دوربین اینجوری هم میکنن 60 هم نشون میدن تا 1400 با روحانی. از این صحبت ها رو داریم، از این نمونه ها چند تا دیگه بهتون نشون میدم. بعد این اعتراضاتی که اینا میکنن فکر نکنید که دلشون برای مردم میسوزه، نه عزیزان، اینا دلشون به حال خودشون میسوزه که مسافرت‌های خارجیشون رو نمیتونن برن یا بعد پول بیشتری پرداخت بکنن. این تبلیغات آتشخال هم میرن شرکت میکنن یه پولی بگیرن مسافرت‌های خارجیشون به دست بدن. یا مثلا خانم بهنوش طباطبایی ورداشه تبلیغ یک لباس رو میکنه و بیشتر شبیه روبالشتی مادر بزرگ منه، یعنی شبیه اون فقط میتونه باشه این تبلیغ خانم بهنوش طباطبایی. یعنی نمیدونم با خودش مثلا چی فکر کرده اینو پوشیده. بعد جالبه که رفتن عکاسا ازش عکس گرفتن، فیلمش رو روی تصویر میبینید، روی تصویر دیوارایی که کلنگی اون پشت اصلا نابود به قربونش برن با فتوشاپ درست میشه. و پراید که الان البته ماشین لاکچری حساب میشه چون 150-60 میلیون تومان پولشه. و این نوع سبک تبلیغاتی که خانم بهنوش طباطبایی دارن و قبلا هم خانم طباطبایی تبلیغات عجیب و غریب زیاد داشتن. و البته این نکته پرانتز رو باز بکنم، اکثر این سلبریتی‌ها و سلبریتی‌ها برگشتن به تنظیمات کارخونه‌شونه به درد این تبلیغات آتش‌خالی می‌خورن، ولی دلم به حال اون کسایی میسوزه که اینا رو دنبال میکنن و این محصولات رو میخرن. یعنی کی این رو بالشته خلاصه و خدایی میخره؟ از اون طرف خانم بهنوش طباطبایی قبلا هم تبلیغ چرم کرده بود، یعنی اوج بیسوادیشو اونجا به نمایش گذاشت و گفتش که چرم برای محیط زیست مفیده. این تبلیغاتی که قبلا کرده بود با بهرام رادان. بریم اون صحبتاشو بشنویم. نمیدونم، ولی در مورد برندی که من تبلیغ میکنم این اتفاقا به محیط زیست ما خیلی کمک میکنه، چون وقتی که همونطور که ما در قصابی میریم و گوشتی رو تهیه میکنیم، خب چرا پس نمیگیم که اون به قیمت کشته شدن یک حیوانه؟ خب این قصابی ما گوشت تهیه میکنیم و استفاده میکنیم. اتفاقا برای محیط زیست خیلی این خوبه که اون پوست و اون پشم و پوست و چیزهایی که از اون حیوانی که کشته میشه که محصولات گوشتیش رو بتونیم استفاده کنیم، اونها نباید به همون شکل در روی زمین باقی بمونن، چون که این تولید خیلی
میکروب تولید خیلی اتفاقای بدی رو رقم میزنه. باید اونها برن در یک سیستم دیگری و از اونها استفاده بشه. اونها برای ما میایم میگیم آقا اینا کلا دوریالی اصلا سواد ندارن، راجع به موضوعات مختلف میان صحبت میکنن، یه ذره نمیرن مطالعه بکنن، میگه چند برای محیط زیست مفیده، آدم نمیدونه چی بگه. از اون طرف خانم مریم امیرجلالی میاد میگه تو رو خدا به این سلبریتی ها گیر ندید، اینها بدبختن، بیچارن. اینقدر به این همکارای بدبخت فلک زده ما حمله نکنین. بله خانم امیرجلالی میاد میگه گیر ندید و اینا، خب باشه، اما اینا خودشون یه کرمی دارن که باعث میشن ما بهشون گیر بدیم. همین خود خانم مریم امیرجلالی خودش راجع به مافیا و فساد در صنعت سینما ایران داره صحبت میکنه. خانم امیرجلالی من ویدیو تو پخش میکنم، شمایی که میگی گیر نده صحبت نکن، پس چرا خودت میری مصاحبه میکنی؟ و جالبه که اولش هم میاد راجع به گرونی مرغ و راجع به موضوعات مختلف صحبت میکنه. ماشاءالله همه این سلبریتی ها خودشون درگیر این موضوعات مالی هستن ولی نمیدونم چرا هیچ اعتراضی نمیکنن. نوید میدن که مثلا مرغ ارزون شده، فرداش میریم مرغ بخریم میریم نه آقا همچین ارزونم نشده، همه شایعه است. گوشت ارزون شده، شایعه است، همه شایعه است. سوپر میریم ماست و پریروز خریدیم مثلا 10 تومن، پس فردا میریم میخریم 14 تومن. من نمیدونم این قیمت ها رو آیا خود کسایی که صاحب مغازه هستن میذارن یا این قیمت ها رو بهشون میدن میگن آقا قیمت های لبنیات شما اینه. کره این من نمیدونم چه هر محصولی قیمت بارگذاری شده. من نمیدونم. من یادم اون زمانها قبل از انقلاب یه اتاق اصنافی بود که وقتی اسمش میومد مغازه‌دار تپ میکرد. بله خانم مریم امیرجلالی، میخوام بفهمم ریشه مشکلات کجاست؟ ریشه مشکلات از حمایت شما بود. اینم تصویر خودت و حمایت از آقای روحانی. آیا تا حالا اومدی معذرت خواهی کنی از مردم؟ نه، به یه ورتون. بعد میای میگی که آره نمیدونم به من نمیدونم نقشه‌ای که میدن عبدالخیاری بوده، درب و داغون بوده، چه این بوده چه اون بوده. بریم صحبتاشو بشنویم و اعتراضاتی که به صنعت سینما ایران مافیاش داشته. اینو من نمیگم، خودت داری باز میگی. بشنوید. ببینید هر جا ما رو دعوت میکنن، خونمون یا میدون مولویه یا خیابون شاپور یا این بیغوله های زیر پل مدیریت، این فیلم ها رو به ما میدن. خب فیلم هایی که به نور چشمی ها میدن یا کاخ لباسونه، استخر و جکوزی و اینا رو به اونا میدن، اسب سواری و کافتریا و رستوران های آنچنانی، لباس های آنچنانی، آرایش های آنچنانی. تهیه کننده ای که مریم امیرجلالی یه گوشه اینجا موش اینوری میشد میمدی 100 دفعه به اون گیریمور میگفتی خانم برو رو سری برو اون رو درست کن. اینا چطور شده الان اینقدر شیک و لاکچری شدی؟ کاکل خانم بیرون هایلایت، لبا اینقدر رژ زده، رژگونه به طرف بالا کشیده، میای وای میسی لذتم میبری، ایرادم نمیگیری، فقط برای ما ایراد میگرفتی؟ گیر میدادن؟ فقط به ما گیر میدادیم؟ ما بد بودیم؟ فقط موی ما فقط نباید پیدا میشد؟ اگر قانونه باید برای همه باشه. امیرجلالی و اون نداره. بنده با تمام وجودم به قانون احترام میذارم. میگه نباید پیدا باشه، چشم نباید پیدا باشه، ولی چرا مال دیگری باید پیدا باشه؟ چون سفارششو کردن. خب من صدام در میاد، صدامم در بیاد میگن این اصلا کلا ذاتاً اصلا عصبیه. بله البته همین خانم مریم امیرجلالی که میگه به ما گیر میدادن به بقیه گیر نمیدن چون نور چشمیان، یه مقدار گردنگیرت ضعیفه. من یه فیلم ازت پخش میکنم خودت قشنگ داری آواز میخونی و کسی هم بهت گیر نده و ماشاءالله چه صدایی هم داری بزنی به تخته. دمت هم گرم، چه صدای خوبی داری. اما به شما هم آنچنان گیر ندادن چون آواز خوندن توی ایران برای خانم یه مقداری باگ داره. دلیلش هم نمیدونم چیه، هنوزم نفهمیدیم. مثل نشون دادن استاز تو تلویزیون که ممنوعه، که اصلا آدم چاق شاخ گاردون میبره اصلا همچین چیزایی رو میشنوه. سازو تو ایران نشون نمیدن تو تلویزیون، اما انقلاب اسلام به خطر میفته. این موضوعات هم هست. بریم که از آواز خوندن تو بشنویم.
اشکم را چرا ندیدی دل از من چرا کشیدی جان بی تو ثمر ندارد مگر چه کردم که بی خبر رفتی بیا به بالینم به جان مسکینم ناله غم دگر ندارد جان بی تو ثمر ندارد جان بی تو اثر ندارد مگر چه کردم که بی خبر رفتی قصه ها تو از وفا گفتی با من تو بی محبتی کنون جانا یا من تو چنان شرط به خدا خبر به خدا نداری بله ماشاءالله چه صدایی هم داشتید. خلاصه این سلبریتی ها و سلبریتی ها که گفتم اولش بعضیشون وقتی بعضی از اظهار نظر رو میکنن چیزی شبیه آدم هایی هستن که فاحشه مغزی هن. فقط مغزشون میگه یه قسمتی موضوعات داغ بریم اون قسمت صحبت بکنیم طرفدار پیدا کنیم فالوور بگیریم یه مقدارم فکر نمیکنن راجع به موضوعات مختلف. حالا راجع به بقیه سلبریتی هم سعی کنیم راجعشون تو برنامه بعدی صحبت بکنیم. این هشتگ هایی که جدیدن مد شده توی توییتر را میندازن توی اینستاگرام را میندازن راجع به اون هشتگ ها هم بیشتر صحبت میکنیم. کانال یوتیوب برام پشت پرده رو سابسکرایب کنید. ویدیو رو حالا اگه دوست داشتید لایک کنید دوست نداشتید دیسلایک کنید کامنت بذارید و برای دوستان خودتون هم به اشتراک بذارید حالا در اینستاگرام فیسبوک واتساپ تلگرام هر شبکه اجتماعی که دارید. ممنون میشم. مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید. منتظر ویدیو جدید ما هم باشید. مرسی.